بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر صاحبای محترم، السلام علیکم و رحمت الله. آرزو دارم که همتون خوب و صحتمند باشه و با فامیل های محترمتان زندگی خوش داشته باشید. میایم سر لکچر چهارمی اطفال استوماتولوژی مربوط به سمستر هفتم. در لکچر چهارم اطفال استوماتولوژی سر آناتومی دندان های شیری بحث میکنیم. اول اگه دندان ها را تعریف کنیم به صورت ساده، دندان ها ساختمان های صخره مانند و سفید و مقاوم است که از جمله اعضای جونده یا اعضای سیستم جونده می باشند که هر دندان دارای 3 قسمت است. یعنی هر دندان از 3 قسمت ساخته شده که قسمت اولیش به نام تاج دندان ها یاد میکنیم که تاج دندان ها هم قسمتی است که در جوف دهان مریض دیده میشه و آج تاجی را که یعنی آجی که در قسمت تاج قرار داده را میپوشانه. قسمت دیگه دندان ها عنق دندان است، قسمتی است که تاج دندان با ریشه دندان ها یک جا میکنه و در اینجا یک جمع شدگی در قسمت عنق دندان ها موجود می باشه. و قسمت سومی ریشه دندان ها است یا جذر دندان است که جذر دندان ها در داخل ساکت دندان ها یا در داخل استخوان یا در داخل عظم هرس می باشه و تقریبا جذر دندان ها 2 برابر تاج دندان ها طول داره یا 2 برابر تاج دندان ها می باشه. چون که یک طفل وقتی که تولد میشه و بعد از اینکه نمو میکنه جوف دهان طفل یا قوس دندانی طفل کوچک می باشه. به همین دلیل ممکن نیست که دندانهای دائمی که به اندازهشان بسیار بزرگ است و تعدادشان هم زیاد است در داخل جوف دهان طفل جابجا شود یا جایگزین شده بتونه. به همین دلیل خداوند این مشکل با 2 دوره دندانی که دوره دندانی شیری و دوره دندانی دائمی است با این 2 دوره اعاده ساخته یا جایگزین ساخته که در نزد هر انسان 2 دوره دندانی وجود داره که دوره اولیش به نام دوره دندانی شیری ما شما یاد میکنیم. دوره دندانی شیری از سن 6 ماهگی شروع میشه و الا تا به 2.5 سالگی ختم میشه که این دندان ها را ما شما به نام ملک تیت یا هم بیبی تیت یا هم دیسیدوس تیت و یا هم پرایمری تیت ما شما یاد کرده میتاریم که این دندان های موقتی است و که حداقل 8 سال نصف طول عمر از این دندان 8 سال می باشه و ریشه دندان ها بعد از اینکه خروج میکنه تا 1.5 سال، از 1 الی 1.5 سال ریشه دندان ها تکمیل میشه و بسته میشه که اولین دندان که خروج میکنه دندان سنترال سفلی می باشه و آخرین که در 6 ماهگی خروج میکنه و آخرین دندان تقریبا از 28 تا 30 ماهگی که دندان مولر دوم علوی می باشه. بعد از اینکه یک طفل 6 ساله میشه، چون که جوف دهانش یا قوس دندانیش بزرگتر میشه و طویلتر میشه، به تعقیب از او وقتی که قوس دندان یا قوس دهانش طویل شد دندان مولر اولی دائمی خروج میکنه. چون و خود یک شخص کاهل یا یک شخص بزرگ چون که سیستم جوندهشان انکشاف میکنه، عضلاتشان قوی میشه و عظم یا ساختمان قوس دهانیشان رو هم انکشاف یافته تر میشه. به همین دلیل دندانهای شیری اکتفا کننده یا کافی به خاطر رفع ضرورت از این شخص نمی باشه. به همین دلیل دوره دندانی دائمی وجود داره که دوره دندانی دائمی از سن 6 سالگی شروع میشه که در سن 6 سالگی اولین دندان که مولر اول سفلی شیری است خروج میکنه که با اینمی خروجی دندان دوره دندانی دائمی شروع میشه که در این حالت دوره میکس دنتیشن می باشه که همزمان هم دندانهای شیری و هم دندانهای دائمی در جوف دهان طفل موجود می باشه و با خروج آخرین دندان که مولر سوم یا دندان عقلی می باشه در سن 18 تا 28 سالگی خروج میکنه و این دوره هم به پایان میرسه که دندانهای شیری را اگر نام ببریم دندانهای شیری دندان سنترال انسیزور، لاترال انسیزور، کنین و همچنان مولر اول و مولر دوم می باشه. اما دندانهای دائمی چند دندان اضافه داره که دندان سنترال، لاترال، کنین، پریمولر اول و دوم دندانهای کاملا اضافه است که اینجا خروج میکنه و همچنان مولر سوم دندان اضافگی است که در هر نصف قوس دهانی 8 دندان وجود داره که مجموعاً دندانهای دائمی به 28 یا 32 عدد دندان ها میرسه که چون که در این نسل که ما شما قرار داریم از نظر قوس دندانی کوتاه‌تر است، قوس دندانی در این نسل کوتاه‌تر است و اکثرا جوانی دندانهای دائمی جوانی دندانهای مولر سوم یا تشکیل نمیشه هیچ و یا هم در صورتی که تشکیل هم شود جای به خاطر خروجشان باقی نمیمانه. اگر بعضی اوقات خروج هم کنه مالپوزیشن یعنی برخلاف یا خلاف هم جای عادی خروج میکنه در جای درست خروج نمیکنه و اکثرا ضرورت به اکستراکشن یا کشیده شدن دندان موجود می باشه که نصف طول عمر دندانهای دائمی در 40 سال
حداقل تشکیل میده. یعنی اگر یک شخص دندانهایش هیچ گونه مشکل خاصی نداشته باشه که از قبیل بی‌نظم بودن دندانها، یعنی مال پوزیشن یا کراودینگ دندانهایشان نداشته باشه و دندانهای خود مراقبت صحیح درست کنه، در صورتی که کریس کوچک در قسمت پت و فیسور پیدا میشه رو پرکاری کنه، حداقل دندانهای از شخص تا 40 سال امکان داره نصف طول عمرش 40 سال باشه و حداقل تا 70 سال حداقل کار بده، که این در حالت امکان داره که شخص باید حفظ صحت درست مراعات کنه و عادات ناسالم بالای دندانهای خود نداشته باشه، جویدن چیزای سخت، معده کردن خسته و غیره کارا نکنه. در این صورت امکان داره که دندانهای از شخص حداقل تا 70 سالگی را دوام پیدا کنه، که به شرطی که دندانها مال پوزیشن نباشه و شکل پوزیشن نرمال خود داشته باشه. بعضی از تفاوت‌ها بین دندان‌های شیری و بین دندان‌های دائمی موجود است که به هر کدامش می‌پردازیم. اول از نظر تعداد دندان‌های شیری 20 عدد میباشه و تعداد دندان‌های دائمی 28 یا 32 عدد میباشه، که در این نسل زیادتر 28 عدد بسیار زیاد است، خب اما 32 عدد هم در نظر میگیریم که امکان داره 28 یا 32 عدد باشه. از نظر شکل و اندازه دندان‌های شیری دندان‌های کوچکتر هستند و دندان‌های دائمی دندان‌های بزرگتر نظر به سایز و شکل می باشند. نظر به رنگ دندان‌های شیری دارای رنگ سفید بسیار سفیدتر است، اما در حالی که دندان‌های دائمی رنگشان به طرف زردی زیاد تمایل دارد. از نظر مقاومت انساج سخت دندان‌های شیری نازکتر است و یا مقاومتشان کمتر است، در حالی که مقاومت انساج سخت دندان‌های دائمی بیشتر و یا هم زیادتر می باشند. از نظر محتویات منرال ها در دندانهای شیری منرال ها کمتر وجود داره، در حالی که در دندانهای دائمی منرال مقدار زیاد است، به همین خاطر سختی دندان ها هم زیادتر است. و مورفولوژی توبول های دنتین که در دندانهای شیری توبول های دنتین بسیار وسیع و بزرگ است، در حالی که در دندانهای دائمی توبول ها زیاد وسیع نیست و اینمی دلیل است که کریز در دندانهای شیری زودتر از مینا به طرف آج انتقال میکنه و بسیار با آسانی به پلپ میرسه و سبب التهاب پلپ دندانها یا سبب اپیکال انفلامیشن هم شده میتونه. بعضی از ملاحظات عمومی در مورفولوژی دندانها موجود است که بعضی گپا در تاج دندانها در نظر گرفته میشه. تاج دندانها در دندانهای شیری کوتاه‌تر است، در حالی که تاج دندانهای دائمی طویل‌تر یا بزرگتر می باشه. سطح اوکلوزال دندانهای شیری هم باریکتر است، در حالی که سطح اوکلوزال در دندانهای دائمی وسیع‌تر یا بزرگتر می باشه. جمع شدگی که در قسمت عنق دندانها قرار داره، این جمع شدگی در دندانهای شیری زیادتر است، در حالی که در دندانهای دائمی این جمع شدگی کمتر است. مثل که در تصویر می‌بینیم این جمع شدگی در قسمت عنق دندان است، یعنی ساحه عنق دندان است که یک جمع شدگی زیادتر نظر به دندان دائمی داره. دندان دائمی کمی قسمت عنق استرایت یا راست است، در حالی که در دندان شیری جمع شدگی اون بسیار زیاد یا بیشتر میباشه. در دندانهای شیری مینا و عاجشان نازکتر است نسبت به دندانهای دائمی، در حالی که در دندانهای دائمی مینا و عاجشان ضخامتش زیادتر می باشه. منشورهای مینایی از ساحه اتصال سمنت و عاج در دندانهای شیری به طرف اوکلوزالی ادامه داره، در حالی که در دندانهای دائمی به طرف اپیکال ادامه داره. ناحیه تماس در دندانهای شیری یعنی سطح اپراکسیمال تماسی ده که دندانها بین همدیگه داره یا در سطح اپراکسیمال داره، در دندانهای شیری بسیار زیاد است، ساحه وسیع داره، در حالی که در دندانهای دائمی یعنی نقطه تماس کمتر است. محتویات غیر عضوی هم تقریبا در دندانهای دائمی و در دندانهای شیری یکسان است، تفاوت خاصی نداره و رنگ تاج دندان در دندانهای شیری روشن‌تر است، در حالی که در دندانهای دائمی رنگ تاج به طرف زردی تمایل داره. در اینجا میتونید دید که ضخامت مینا و عاج در دندانهای شیری کمتر است، در حالی که در دندانهای دائمی بسیار زیاد است و آناتومی کانال ها هم تفاوت دارد. در دندانهای شیری کانال ها باریکتر است، در حالی که در دندانهای دائمی کانال ها ساختمانشان قوی تر است و همچنان قسمت آخر ریشه به طرف هم دیگه متقارب شده، در حالی که در دندانهای شیری ریشه متباعد میشه، از یک دیگه دور میشه و جوانی دندان دائمی را اینجا اجازه میده که در قسمت تحت از تشکیل شوه یا انکشاف کنه. بعض تفاوت‌ها را پلپ دندانهای شیری و دندانهای دائمی هم داره که پلپ در دندانهای شیری نظر به اندازه تاج دندانها بزرگتر است، یعنی خود همین کاویوم اف پلپ یا خالیگاه پلپ نظر به اندازه تاج دندان بزرگتر است، در حالی که در دندانهای دائمی پلپ دندان نظر به اندازه تاج دندان کوچکتر است که در این تصویر
بسیار به آسانی دیده شده میتونه که در اینجا ضخامت مینای دندان بسیار کم میشه. یعنی خود کاویوم اف پلپ یا خالیگاه یا چنبر پلپ چی است در اینجا در دندان دائمی کوچکتر است و در دندان شیری نظر به ضخامت مینای دندان و نظر به خود مورفولوژی تاج دندان بزرگتر است. شاخک های پلپ در دندان های شیری به سطح بسیار زیاد نزدیکتر می باشند. مثل که در تصویر می بینید شاخک های پلپ نظر به دندان دائمی در اینجا در سطح بسیار به سطح نزدیکتر است. در این تصویر دندان دائمی دیده میشه که بسیار یک تفاوت واسع یا اندازه بسیار زیاد از مینا و آج دندان در روی شاخک قرار دارد، در حالی که در اینجا اندازه بسیار کم قرار دارد و به سطح بسیار زیاد نزدیک است. و مولر شیری سفلی دارای وسیع ترین پلپ است نظر به مولر شیری علوی و تقریبا در دندان های شیری خود امی اتاقک پلپ یا کاویوم اف پلپ تقریبا کاملا مطابقت از سطح از شکل تاج دندان ها میکنه، در حالی که در دندان های دائمی بسیار زیاد مطابقت زیاد از شکل تاج دندان ها نمی داشته باشه. و در تحت دندان های شیری در تحت هر کسب یک دانه شاخک پلپ قرار داره و شاخک میزیال دندان های شیری نظر به تمام شاخک ها نزدیکتر به سطح اوکلوزال قرار داره و از نظر هستولوژی هم در بین حجراتی که در پلپ دندان ها قرار داره در دندان های شیری و دائمی کدام تفاوت خاصی موجود نیست. بعضی تفاوت ها را ریشه دندان ها هم داره که ریشه دندان های قدامی در دندان های شیری از نظر عرض میزووکالشان کمتر است یا کوچکتر است، در حالی که از دندان های دائمی زیادتر می باشه و ریشه دندان های خلفی در رابطه با تاج دندان ها ریشه دندان ها طویل تر می باشه و فرقش همی است که ریشه دندان ها باریک تر است، در حالی که در دندان های دائمی ریشه ضخیم تر و قوی تر است و در دندان های شیری ریشه دندان های خلفی خصوصا ریشه دندان ها به هر یک از بایفورکیشن دور میشه، ریشه دندان ها متباعد میشه یا از یکدیگر دور میشه، در حالی که در دندان های شیری در دندان های دائمی ریشه دندان ها متقارب میشه، به یکدیگر نزدیک میشه و از یکدیگر دور نمیشه و ساختمان بسیار محکم و قوی را تشکیل میده. بعضی از سطوح دندان ها است که باید ما شما بشناسیم. اول سطح انسیزل که کنار برنده دندان های قدامی را به نام سطح انسیزل یاد میکنیم یا یاد کرده میتونیم. سطح اوکلوزال به کنار جوانده دندان های مولر و پریمولر به نام سطح اوکلوزال یاد میشه. سطح میزیال اون سطحی که به طرف خط متوسط نزدیک باشه به نام سطح میزیال یاد میشه. مثلا این سطح میزیال دندان کنین است، این سطح میزیال دندان لترال است، در حالی که این سطح دندان میزیال دندان مولر تشکیل میده که دندان های شیری را نشان میده. و سطح دستال سطحی است که به طرف خط که دورتر از خط متوسط قرار داشته باشه. مثلا اینی سطح دندان سنترال هم سطح دستال است و این سطح دندان لترال سطح دستال است، در حالی که این سطح دندان کنین هم سطح دستال گفته میشه، در حالی که این سطح دندان کنین سطح میزیال گفته میشه. چرا؟ که به طرف خط متوسط نزدیک است یا تمایل داره. دیگه ساختمان به نام توبرکل یاد میکنیم. برجستگی هایی که در دندان های خلفی قرار داره اینی را به نام کاسپ یا توبرکل ما شما یاد کرده میتونیم و گروو یعنی خط فرو رفتگی وسطی را به نام فیشور یا گروو یاد کرده میتونیم که فیشور اصلی دارای عمق بیشتر می باشه و تمام ساختمان های دیگه به این وصل میشه که به نام پت یاد میشه، یا فرو رفتگی های دیگری که به فیشور وسطی وصل میشه او را به نام پت یا ما شما یاد کرده میتونیم. مورفولوژی اختصاصی دندان های شیری که ابتدا یا اول دندان شیری سفلی یا انسیسیف های سفلی را ما شما مورد مطالعه قرار میدیم که دندان های انسیسیف سفلی در سن 6 تا 8 ماهگی هر دو دندان خروج میکنه، یعنی هر دو سنترال و لترال انسیزور خروج میکنه که در صورتی که از طرف سطح بوکال یا لیبیال به طرف دیده شود کدام ساختمان خاصی در وجود نداره، اما در طرف خلف از دندان ها یک ساختمان وجود داره که او را به نام سنگولوم یا یک برجستگی وجود داره که به نام سنگولوم یاد میشه. و انسیزورهای سفلی سنترال و لترالش کدام تفاوت خاص نداره که بسیار یک تفاوت اندکی وجود داره که در دندان لترال یک در زاویه دستالش کم زاویه درست نداره که میتونه یک نقطه تفکیک کننده یا یک نقطه که این دو دندان از یکدیگر تفکیک میتونه باشه، اما اونقدر زیاد تفاوت خاصی نداره و یعنی میتونه گفته که دندان های سنترال و لترال انسیزورها تقریبا عین شکل و آناتومی را داره، زیاد با آسانی تفاوت نمیشه.
دندان های انسیسیف های علوی، دندان انسیسیف علوی در سن 10 ماهگی خروج میکنه و دندان های سنترال انسیزور های علوی یگانه دندان هایی هستند که عرض میزوبوکلشان نظر به طولشان زیاد است، یعنی اینی عرض ازی دندان ها نظر به طول تاجشان بیشتر است. یگانه دندان های است در بدن انسان ها این خاصیت داره و تماسش با دندان یا تماسش در سطح پراکسیمال با دندان لترال بسیار وسیع است که از 1/3 حصه انسیزالی شروع میشه و تا 1/3 حصه جنجیولی ادامه داره. از طرف سطح وکل اگر به این دندان دیده شود تقریبا شکل صاف داره، در حالی که از طرف سطح پلاتینال اگر به طرف دیده شود یک برجستگی در قسمت عنق دندان ها موجود است که این برجستگیش به نام سینگولوم یاد میکنیم و بسیار فرو رفتگی ها و پت های کوچک هم در اینجا وجود داره. ریشه از شکل مخروطی داره و تقریبا ریشه دندان های انسیزورهای علوی 2/5 حصه تاج دندان ها را تشکیل میده، یعنی از 5 حصه 2 حصه ریشه دندان تشکیل میده و 3 حصه از زیر تاج دندان ها تشکیل میده و عرض تاج دندان ها هم نظر به طولشان زیادتر می باشه. دندان های مولر اول شیری علوی، دندان های مولر اول شیری علوی در سن 16 ماهگی خروج میکنه و این دندان ها در صورتی که از طرف اوکلوزال برش دیده شود دارای 3 کسب می باشه که 2 کسبش به طرف بوکال قرار داره و 1 کسبش به طرف پلاتینال قرار داره و تباعد ریشه یا دوری یا انتزاع ریشه از قسمت سمنت نامل جنکشن شروع میشه و ریشه از یکدیگه دور می باشه، دارای 3 ریشه می باشه که 1 ریشهش به طرف پلاتینال قرار می داشته باشه و 2 ریشهش هم به طرف بوکال که تقریبا دست تحت هر کسب از یک دانه ریشه قرار می داشته باشه و ریشهش تباعد یا دوری از یکدیگه داره و اینمی سبب میشه که جوانه دندان دائمی در اینجا جابجا شود یا جا بگیره. مولر اول شیری سفلی، مولر اول شیری سفلی هم در سن 16 ماهگی خروج میکنه و این دندان 4 کسب داره که 2 کسبش به طرف بوکال می باشه و 2 کسبش به طرف لنگوال قرار داره و کسب‌هایش با یکدیگر بسیار زیاد متقارب یا نزدیک است که به همین خاطر یک سطح باریک تشکیل میده و یک فیسور بسیار کوچک داره و یک سطح یک برجستگی این دندان تقریبا به 2 حصه تقسیم میکنه. مینای دندان ها یعنی دندان مولر اول شیری سفلی یگانه دندانی است که مینایش تقریبا ضخامت یکسان داره و در تمام حصه از این دندان ضخامت مینای دندان ها 0.5 میلیمتر یا نیم میلیمتر می باشه که ریشه از این دندان ها یعنی دندان های مولر شیری سفلی 2 ریشه داره که ریشه به طرف میزیال و یکش به طرف دستال قرار می داشته باشه و عرض از این ریشه ها زیاد است و در حالی که ضخامت از این ریشه کم می باشه نظر به عرضش که این دندان ها هم دارای 2 ریشه و 3 کانال می باشه که 1 کانالش به طرف دستال قرار داره و 2 کانالش به طرف میزیال قرار داره. دندان های کنین، دندان های کنین شیری در سن 20 ماهگی خروج میکنه و کنین علوی نظر به کنین سفلی طویلتر و تیزتر است که دندان کنین یگانه دندانی است که ریشه بسیار زیاد طویل داره که تقریبا اتمی و همیشه 2 برابر تاج دندان ها می باشه و کنین سفلی فرقش با کنین علوی است که کنین سفلی دندان کوتاه‌تر و کندتر است و در حالی که کنین علوی بسیار یک دندان تیز و همچنان درازتر است و کنار دستال کنین سفلی پایینتر یا تقریبا پایینتر قرار داره نظر به کنین علوی. یک تصویر از کنین سفلی را داریم که کنار دستال کنین سفلی پایینتر است یعنی کوتاه‌تر است نظر به کنار میزیال. این هم یک تفاوت است و در بین کنین علوی و سفلی و کنین علوی کنار بسیار یعنی سطحش بسیار تیز است و در حالی که و طولش طویل‌تر است در حالی که کنین سفلی کوتاه‌تر میباشه. این یک تصویر از کنین علوی است. کنین علوی کنارش بسیار تیز میباشه کنار برندهشان که یک دانه کسب داره و تقریبا در خلف از یک ساختمان برجسته وجود داره که به نام سینگولوم یاد میشه و پتهای بسیار کوچک هم در سطح خلفی دندانهای کنین موجود است. دندانهای مولر دوم شیری علوی، دندانهای مولر دوم شیری علوی آخرین دندانهایی است که خروج میکنه که در سن 28 تا 30 ماهگی دندانها خروجشان تکمیل میشه و این دندانها هم دارای 4 کسب است که 2 کسبش به طرف بوکال قرار داره و 2 کسبش به طرف پلاتینال قرار داره و دارای 3 ریشه می باشه که 1 ریشه به طرف پلاتینال قرار داره و 2 ریشه به طرف بوکال قرار داره که 3 کانال هم می داشته باشه و
تقریبا این دندان ها زیادتر دندان های مولر دوم شیری مشابه دندان های مولر اول دائمی می باشه، که اما تفاوتش است که سایز یا اندازه دندان مولر دوم شیری کوچکتر از مولر دائمی می باشه. دندان مولر اول مولر اول شیری سفلی، این دندان ها هم 4 کسب می داشته باشه که 5 کسب البته داره. دندان های مولر دوم شیری سفلی که 3 تاش به طرف بوکال قرار داره و 2 تاش به طرف لنگوال قرار می داشته باشه، دارای 2 ریشه و 3 کانال می باشه که 2 کانالش به طرف میزیال قرار داره و 1 کانالش به طرف دستال قرار داره، که اکثرا کانال های میزیالش کانال های انحنادار یا دارای کجی می باشه، در حالی که کانال های دستالش کانال های استرایت یا لیس می باشه. بعضی خاصیت های دندان های شیری سبب شده که کریس در دندان های شیری زیادتر ایجاد شود، که اولین خاصیتش است که مینای دندان های شیری چون که نازکتر است، بنابراین کریس هم در این دندان ها زیادتر ایجاد میشه و ضخامت تاج دندان ها در دندان های شیری کمتر است و زیاد مهمترین مسئله خود که وسیع بودن یا بزرگ بودن توبول های دنتین می باشه، که خود این هم کلانترین دلیل به خاطر انتقال کریس از مینا به آج می باشه و بسیار به زودی کریس به پلب دندان ها می رسه و شاخک های پلب دندان ها در دندان های شیری زیادتر به طرف سطح اوکلوزال نزدیکتر است، بنابراین بسیار زود پلب درگیر میشه و سبب ایجاد انتان یا همچنان سبب منتن شدن پلب دندان ها میشه که اپیکال انفلمیشن بار میاره. بعضی از خصوصیات دندان ها داره که زاویه تاجی را گفته، زاویه تاجی میلانش به طرف میزیال در دندان های شیری زیادتر است و جذر دندان ها هم جذرهای میزیالشان محربیت زیادتر نظر به جذرهای دستال داره و بعضی خصوصیات خاصی دندان های شیری داره که جذر از یا گفتیم که از قسمت سمنت نامل جنکشن دور میشه از یک دیگه، یعنی به طرف متباعد شدن میره و چون که اونم متباعد بودن از یا سبب میشه که در اینجا دندان های دائمی جوانی دندان های دائمی در قسمت تحت جذر دندان های شیری رشد کنه و در قسمت در دندان های قدامی در قسمت در طرف لنگوال دندان ها یا در طرف لنگوال جذر دندان ها جوانی دندان های دائمی انکشاف میکنه و فقط تعداد جذور دندان های دائمی را اگر در نظر بگیریم، تعداد جذور در دندان های دائمی در دندان سنترال، لاترال، کنین، پریمولار دوم یک جذر و یک کانال داره، در حالی که پریمولار اول علوی یگانه دندان است که در بین 5 دندان 2 جذر و 2 کانال می داشته باشه و پریمولار دوم هم تا حد زیاد اتفاق میفته که دارای 2 جذر و 2 کانال باشه. دندان های مولر اول علوی و دوم علوی 3 جذر و 3 کانال داره، تقریبا کانال هایشان مشابه است که یکیش به طرف پالاتینال قرار داره و 2 تاش به طرف بوکال قرار داره و اکثرا دندان مولر دوم شیری زیادتر شکل تاج دندان مولر اول دندان مولر دوم دائمی شکل زیادتر شکل مولر اول دائمی را می داشته باشه، اما کمی کوچکتر می باشه و بعضی اوقات امکان داره که شکل یک لوزی کش شده را داشته باشه و در مو حالتا کانالایشان هم زیادتر 2 کانال می داشته باشه و از نظر پرکاری مشکل می داشته باشه به خاطر که سطح اپراکسیمال صحیح اعاده شده نمیتونه. و مولر سوم علوی دائمی که دندان عقلی هم گفته میتونیم برش، این دندان دارای از 1 جذر گرفته تا 5 جذر کانال می داشته باشه که نظر به تصادف است، یعنی نظر به خلقت است که چگونه خداوند خلق کردیش امکان داره که 1 جذر داشته باشه یا 2 جذر داشته باشه و همچنان تا 5 جذر هم امکان داره که داشته باشه. دندان های دائمی سفلی دندان سنترال، لاترال، کنین، پریمولار اول و دوم یک جذر و یک کانال داره، در حالی که دندان های مولر اول و دوم مولر اول و دوم هم 2 جذر و 3 کانال داره که یک کانالش به طرف دستال قرار داره و 2 کانالش به طرف میزیال قرار داره که کانالای میزیالش ریشه هاشون دارای انحنا زیادتر می باشه، در حالی که کانال دستالش کانال استرایت و راست است که کدام انحنای خاصی نداره. و دندان مولر سوم سفلی هم دارای از 1 جذر گرفته تا 3 جذر و تا امکان داره تا 5 جذر هم داشته باشه و به اون اندازه کانال ها داشته باشه که در جریان پرکاری دندان های مولر سوم ضرورت است که ما حتمی اکسری یا رادیوگرافی داشته باشیم تا از مشکلاتی که در جریان پرکاری ایجاد میشه و همچنان به خاطر اکستراکشن از یا هم باید حتمی اکسریشان گرفته شود، چرا که تعداد جذر دندان های مولر سوم چی علوی باشه یا هم سفلی باشه ثابت نیست و باز در جریان اکستراکشن به مشکل برمیخوریم، در صورتی که اگر بشکنه دندان باز به خاطر از اینکه چند دانه جذر باقی مانده را بفهمیم به این دلیل خوب است که ابتدا اکسری گرفته باشیم و با یک پلان درست تداوی را تداوی کنیم یا اکستراکشن کنیم. این لکچر
چهارمی شما هم به پایان میرسه. از توجه شما یک جهان تشکر و از جناب بشرمن صاحب یک جهان تشکر به خاطر همکاری تکنیکی.